اجازه بگیرید از خدا. خدا براتون یک در باز میکنه. وارد یک فضای جدیدی میشید که تو اون فضا حتی اگه یتیمم باشی مهم نیست. خدا میشه پدرت، مادرت، وکیلت، کفیلت. یعنی تمام زندگی تو اونجا میسپری به خدا و خدا میشه محافظ تمام زندگی و تو دیگه قرار نیستش که تصمیم‌های بزرگ، کارهای بزرگ، تلاش‌های زیادی و دست و پا زدن‌های زیادی داشته باشی. ترس و نگرانیاتو میبره با خودش. ولی 2 چیز لازمه. این که من بسپرم، بذارم که اون انجام بده. نه این سپردن الکیا میسپری بعد خودت به حول و هوا میفتی. سپردن با ایمان و بعدش هم رها کردن. اجازه بگیرید از خدا. خدا براتون یک در باز میکنه. وارد یک فضای جدیدی میشید که تو اون فضا حتی اگه یتیمم باشی مهم نیست. خدا میشه پدر